نمایندگان ده‌ها کشور و سازمان‌های بین المللی در دوشنبه موضوع مبارزه با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها را بحث کردند. این همایش زیر چتر سازمان ملل متحد برگزار شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و میزبان این همایش پیش از همه خطرهای را ذکر کرد که از افغانستان به منطقه و جهان تهدید می‌کنند. در شرایط کنونی انتقال جنگجویان تروریست از نواحی جنگ زده خاورمیانه به منطقه‌های دیگر و در این زمینه تقویت یافتن موقع سازمان‌های تروریستی بین‌المللی در افغانستان برای دولت‌های آسیای مرکزی خوف جدی را به میان آورده است. موضوع صحبت اکثر شرکت کنندگان تهدیدها از افغانستان بعد به قدرت رسیدن گروه طالبان بود. ҳамлаи ваҳшатноки террористӣ ба сафороти русия дар кобул дар 5 сентябри ҳамин сол далели ҷиддии муҳим будани муттаҳидшавӣ дар мубориза бар терроризм аз ҷумла дар осиёи марказӣ мебошад. шуморо бовар кардан мехоҳам ки кишварҳои осиёи марказӣ метавонанд бо итминон ба кӯмак ва пуштибонии федератсияи русия умед банданд. این در حالی است که روسیه تلاش دارد با طالبان روابط خوب داشته باشد، اما نمایندگان خود طالبان اینجا نبودند تا به نگرانی ها پاسخ دهند. آنها بارها گفتند که اجازه نمیدهند خاک افغانستان برای حمله به همسایه ها استفاده شود، اما حضور تروریستان داعش و القاعده در این کشور اثبات شده است. به صورت طبیعی افغانستان با شرایطی که امروز دارد یکی از منطقه های امن برای حضور گروه های افراطی و تروریستی بین المللی است. ما علی رغم ادعاهای رهبری طالبان برای راه ندادن به حضور و نفوذ تروریست ها به کشورهای همسایه طی بیش از 1 سال گذشته شاهد آن نبودیم که حتی یک نفر تروریست را به کشور استرداد کرده باشند، برگردانده باشند. قرار است فردا در پایان همایش بین المللی مقاومت با تروریسم و تحکیم امنیت در مرزها اعلامیه دوشنبه قبول کرده شود. شرکتداران همایش دوشنبه به این نظر توافق داشتند که تروریسم به همه کشورهای جهان خطر دارد و باید مبارزه با آن تقویت داده شود، اما از اصول مشخص مبارزه نام نمی بردند، بجز اینکه باید از استفاده فناوری‌های نوین از سوی تروریستان پیشگیری کرده شود. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.